سلام. امروز هر کجا که بینگرید گپ درباره خونریزی در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان است که برای یک درغاد و یا مرکزی تقسیم آب سر زد. خونریزی که مردم دو کشور 10 سالها شاهد نشده بودند. در نزاعی که روز 29 اپریل بین تاجیکان و قرقیزها برخاست، 10 نفر از هر دو طرف کشته شدند، صدها نفر هم زخم برداشتند. مردم زیادی در ناحیه ایسفره و باباجان غفوروی تاجیکستان و در ولایت بادکند قرقیزستان بی خانه و درماندند. من همین قدر روز بود من کوچه به کوچه گشتم، جای خواب نیست. حالا بحث در فیسبوک، اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی و وبسایت ما در همین باره است که چرا مردمان دو کشور همسایه جنگ کردند. جنگ با عیبی که بود که احوال مردم را مثل احوال عائله این مادر بد کرد. اما دعوت‌ها به صلح و دوستی و هر چه زودتر پایان دادن به کشمکش‌های مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان هم زیاد است. دو کشور 10 سال هاست نتوانستند خط سرحد را بکشند و به دردسری مردم دو طرف پایان دهند که گاه گاه برای آب و زمین و چراگاه دست به گریبان می‌شوند و این دفعه کارشان تا به اینجا کشید. صدها شرح با همین مضمون هست و اول یکی را از وبسایت رادیو آزادی می‌خوانیم که کاربری با نام مراجعت گذاشته است. حکومت تاجیکستان: شما اگر مسئله مرز را به فایده ملت حل نکنید، پگاه مشکلی سر خودتان می آید. همین ملت، همین مردم عادی است، همین مهاجران است که شما حکمرانی میکنید. اگر نه، روزی می رسد که شما مثل همین مهاجران می شوید. تعدادی از کاربران دیگر سیاستمداران هر دو طرف را گناهکاری تا به خونریزی کشیدن جنجال و دعواهای لفظی و ناآرامی در تاجیکستان و قرقیزستان نامیدند و گفتند که اکنون بعد از این خطا آنها باید بنشینند و راه حل را یابند. شرح کاربری را با نام خاروق پگرنزسته و میخوانیم که در وبسایت رادیو آزادی گذاشته است. برای بچه‌های فوتیده و مرزبانان هر دو طرف دعا میکنیم. نادانی سیاستمداران و گنرال‌های دو طرف به خونریزی آورد و در ماه رمضان تأسف آور و غم انگیز است، چون که ما همسایه هستیم و باید در این زمین همراه زندگی کنیم. آنهایی که کرسی و رتبه دارند آدمان را احترام نکردند، مگر عقل ندارند که به مردم عادی کمک کنند. شرح دیگری را از منظوره، یک کاربر دیگری وبسایت رادیو آزادی گرفتیم که با مراجعت به مقامات تاجیکستان گفته است برای پیشگیری از تکرار جنگ و خونریزی باید کوشش زیادتر به خرج بدهند، با قرقیزستان خط مرز را بکشند و علامت گذاری کنند. شرحش چنین است: خواهش میکنم مسئله تقسیمات سرحد علامت گذاری آن زودتر راه حلش را یابد، وگرنه عاقبتش از این هم بدتر می شود. بهتر است شخصان مسئول از کابینت‌های راحت و سلقین برآمده راه حل جویند. به نزدیکی 30 سالگی استقلال را جشن میگیریم، نه خود در 30 سال ما خطی سرحد نداشته باشیم. تعدادی از کاربران دیگر گفتند که مقامات تاجیکستان برای صلح و امنیت در مرز باید هرچه بیشتر سعی کنند ولی منفعت‌های ملی را هم از یاد نبرند. شرح کاربری را می‌خوانیم که خود را وطندار معرفی کرده است. به ما صلح و امنیت مهمتر است، ولی معنای آن را ندارد که زمین‌های اجدادیمان دست کشیم. من خودم راننده تاکسی در مسکو هستم و در رفت کار با برادران قرقیز وا می‌خورم و آنها نیز طرفدار صلح هستند. من از مردم شریف تاجیکستان می‌خواهم به احساسات دادن نشوند و برای زودتر پیدا کردن راه حل مسئله کوشش نمایند. کاربران زیاد دیگر گفتند مردم عادی دو طرف که 100 سالها در کنار هم زندگی کرده آمدند هیچگاه طرفدار دعوا و کشمکش و خونریزی نیستند و کافی است که حکومتداران همین خواسته آنها را به نوبت بگیرند و دعوا و کشمکش را بس کنند. از این میان شرح کاربر را از وبسایت رادیو آزادی انتخاب کردیم که خود را همسایه معرفی کرده است. شرحش چنین است: من اگر زبان قرقیزی را می‌دانستم، شرحم را با زبان‌های قرقیزی و تاجیکی می‌نوشتم و به منصبداران هر دو کشور می‌گفتم تاجیکان یک مثل دارند: خانه خوب نخر، همسایه خوب بخر. در خانه همسایه جنجال باشد، صدای ناراحت کنندش به گوش شما هم می‌رسد. خانه همسایه آتش گیرد، به خانه شما هم می‌گذرد. آهی مردم می‌گیرد. فقط منفعت خود را پیش نگذارید، گذشت کنید و خط مرز را بکشید تا دیگر خون یگان نفر نریزد. نظر شما درباره جنگ در مرز تاجیکستان و قرقیزستان چیست؟ چه کار باید کرد تا تاجیکان و قرقیزها برای آب و زمین و چراگاه گریبانی هم را نگیرند، یکدیگر را نکشند؟ در وبسایت ما نویسید و یا در ویدیو ثبت کنید و به همین شماره که می‌بینید بفرستید. از هر راهی که می‌خواهید، واتساپ، وایبر و یا تلگرام و ایما. آزادی آنلاین به پایان رسید. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.